چجوری برنامه‌هامون توی گوشیمون مرتب کنیم که گوشیمون خلوت بشه. مثلا فرض کنید این برنامه‌ها رو دارید، میخواید برای هر کدومش پوشه درست کنید. مثلا پوشه بازی‌ها، پوشه کتاب‌ها، که مشخص بشه چی به چیه تو گوشیمون خیلی شلوغ نشه. مثلا دستگاه پخش ویدیو، انگشتتون رو روش نگه می‌دارید چند لحظه، بعد میکشیدش روی برنامه مشابه شبیهش. اینجوری میبینید یه پوشه باز شد، بالاش نوشته نام پوشه. نام پوشه رو می‌نویسین مثلا تصویری. تمام. ازش میاید بیرون، یه پوشه ساخته شد. دوباره یکی از برنامه‌های دیگر رو میگیرید، میارید روی برنامه دیگه، یه پوشه باز میشه. مثلا روش می‌نویسید مدیا. تمام. همینجوری کلی میتونید پوشه درست کنید، برنامه‌تون رو مرتب کنید. اگرم خواستید هر برنامه‌ای رو از پوشه بیارید بیرون و یه جای دیگهش بذاریدش، روشم میگیرید، میاریدش بالا، از پوشه میاد بیرون. نه نگاه کنید، من الان یه صفحه دارم تمامش پوشه بندی کردم دیگه، یه عالم صفحه با برنامه‌های مختلف و شلوغ و اینجور چیزا رو ندارم. تمام.